وارد میشویم به برنامه زباله احکام، البته با پای چپ. بله. خب بازم آمدیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان گرامی برنامه زباله احکام. در خدمت سوالهای شما هستیم، سوالهای پیامکی، سوالهای مکتوب و همچنین تلفن‌هایی که شما زنگ زدید، صداتون ضبط شده، سوال مطرح کردید. بله، اینم نوندونی ماست. خب بریم سر سوال اول. پرسیدن ساخت مجسمه بزرگان چه حکمی دارد؟ من در پاسخ این سوال که سوال مهمی هم هست یک توضیح عرض میکنم که به عنوان مقدمه همین برنامه هم باشه که گاهی وقتا ما در ابتدای بحث کوتاهی رو راجع به یک موضوعی داریم، بعد صحبت میکنیم به این عنوان باشد. بله، خب سوال چی بود؟ مجسمه سازی. خب اگر مجسمه ساز نیستید که مورد ابتلای شما نیست، پس ما رو گرفتی که میگی میخوایم حکمش را بدانیم. اگه نه مجسمه ساز هستید، پیکر تراشید و میخواید مسئله را بدانید، پس بازم ما را گرفتی، چون تو که با فتوای یک آخوند دوزاری شغلت رو عوض نمی کنی. اما حالا من بهت ضد حال میزنم. کلن تو باید مجسمه سازی رو بذاری کنار و بری سراغ کار فتوشاپ که از سلاح‌های مهم جنگ نرمه. یکی از فرماندهان افتخاری همین لشکر سایبری مقام عظما هم نماینده یه سازمان بزرگ بین المللیه که توی کشورهای همسایه نقش تسهیل کننده یا همون مسهل رو داره که خودش پیشکسوت چیه؟ تمام دروغگواه. یعنی اگر کسی دروغی گفته باشد یا مثلا قسم دروغی خورده باشد، انگوش کوچیکه این بابایم نمیشه. در نتیجه الان شما نسبت به اون شخص هرچی که بدوید بازم عقبید و مثل او التزام عملی و قلبی و ریوی و کبدی و نمیدونم رودهیتون به ولی فقیه اثبات نشده. بله، بگذاریم بریم سر ادامه سوال فتوشاپ. نگاه کنید سندهایی رو که خودشون کنار گذاشتن، همونطور که خودشون اضافه کردن سندهای مفتضح، تا زمانی که تحویل ندادن میتونیم عوض کنیم، میتونیم برداریم بعد دروغ جاش بذاریم، اشکالی نداره. ایشون با تسلط بر فتوشاپ میتونه در فضای مجازی یک خرابه ای رو بالاتر از بهشت قرار بده، حالا بی خیال واقعیت. خب فرصتمون به پایان رسید. جواب این سوال یک کمی مفصل شد، ولی ضروری میدونستم که این توضیحات رو عرض کنم. امیدوارم ولش کنید. بقیه سوالا میمونه برای برنامه‌های آینده، چون خیلی بد و بیرا گفتید به این آقا. موفق باشید. عظما نگهدارتون و سلام علیکم و بله.